بزرگ، نوشته دیوید جوزف شوارتز، ترجمه ژنا بختاور. مقدمه. این کتاب چه میگوید؟ چرا یک بحث تمام عیار را درباره جادوی فکر بزرگ یا بزرگ اندیشی آغاز کرده ایم؟ امسال 12,000 جلد کتاب جدید منتشر خواهد شد. چرا یک جلد بیشتر؟ هدف از تدوین این کتاب چیست؟ اجازه بدهید کمی توضیح بدهم. چندین سال پیش در جلسه مدیران فروش یکی از شرکت‌ها شاهد موضوع فوق‌العاده تکان دهنده‌ای بودم. رئیس بخش بازاریابی شرکت با حالتی هیجان زده در انتظار آغاز سخنرانی خود بود. او می‌خواست نکته مهمی را تفهیم کند. در کنار او در جایگاه سخنرانی موفق‌ترین نماینده شرکت با ظاهری عادی ایستاده بود. این نماینده توانسته بود درآمد حاصل از فروش خود را در سال قبل به حدود $25,000 برساند، در حالی که درآمد سایر نمایندگان به طور متوسط حدود $5,000 بود. رئیس بخش بازاریابی اعضای گروه را با چنین جملاتی مورد خطاب قرار داد: از شما می‌خواهم نگاه دقیقی به هری بیاندازید. به او نگاه کنید و بگویید هری چه خصوصیاتی دارد که شما ندارید. هری توانسته است درآمد خود را به 5 برابر درآمد شما برساند. ولی آیا 5 برابر هم از شما باهوشتر است؟ مسلماً نه. بر اساس تست هایی که از ارزیابی کارمندان خود در دست داریم و من آنها را بررسی کردم، هوش هری نسبت به سایر همکارانش در حد متوسطی است. آیا هری 5 برابر بیشتر از شما کار کرده است؟ نه. گزارش ها که چنین چیزی را نشان نمی دهد. راستش را بخواهید هری از اکثر شما بیشتر در مرخصی بوده. آیا منطقه کار هری بهتر است؟ دوباره باید تصریح کنم که نه. آمار نشان می دهد که وضعیت همه مناطق کمابیش یکسان است. هری تحصیلات بالاتری دارد؟ سالمتر است؟ باز هم نه. هری کاملا یک آدم معمولی است، البته به استثنای یک چیز. معاون مدیر کل گفت: تفاوتی که بین هری و سایر شما وجود دارد این است که او 5 مرتبه بزرگتر از شما می اندیشد. او در ادامه سخنانش نشان داد که موقعیت افراد بیش از آن که به میزان هوش آنها بستگی داشته باشد، به میزان تفکر آنها وابسته است. این سخنان چنان نیروی داشت که در ذهن من ماندگار شد. هرچه بیشتر فکر کردم، هرچه با افراد بیشتری صحبت کردم و عوامل مؤثر در موفقیت را ژرف‌تر کاویدم، موضوع واضح‌تر می‌شد. شواهد زنده و حقیقی یکی پس از دیگری گواهی می‌دادند که میزان پول در حساب‌های بانکی، میزان خوشحالی و میزان خوشنودی از زندگی به میزان تفکر شخص بستگی دارد. در بزرگ اندیشی افسونی نهفته است. اگر بزرگ اندیشی تا به این حد موفقیت آمیز است، چرا همه افراد این گونه فکر نمی کنند؟ من بارها در پاسخ به این پرسش گفتم و این کتاب نیز به همین منظور نوشته شده است که همه ما بیش از آن که خود متوجه باشیم محصول تفکرات پیرامون خویش هستیم. متاسفانه بیشتر این تفکرات خرد و ناچیز است، نه بزرگ. محیطی که شما را در بر گرفته است می‌خواهد شما را مغلوب کند، می‌خواهد شما را تا خیابان‌های پست شهرتان پایین بکشد. هر روز دارید به طعنه می‌شنوید رئیس قبیله زیاد داریم، سرخپوست به قدر کافی نیست. به عبارتی می‌خواهند بفهمانند که میزهای ریاست بسیار کم است و همه می‌خواهند رئیس بشوند. پس فعلاً به همین میز کارمندی کوچکی که داری قانع باش. اما نظریه رئیس قبیله ها خیلی زیادند با واقعیت همخوانی ندارد. مدیران مشاغل همان گونه که به من گفته‌اند به شما نیز میگویند که مشکل واقعی انبوه سرخپوستانی است که به تعداد کافی رئیس قبیله ندارند.
این محیط حقارتبار چیزهای دیگری هم میگوید. مثلا سعی دارد به شما القا کند که هرچه پیش آید خوش آید. سرنوشت تو به دست خودت رقم نمیخورد، بلکه این تقدیر است که حرف آخر را میزند. پس رویاهایت را فراموش کن. آن خانه مرفه را هم همینطور. کالج مخصوصی که برای بچه هایت میخواستی و خلاصه زندگی بهتر را از یاد ببر. تن به قضا بسپار و بنشین و در انتظار مرگ باش. و چه کسی این جمله را نشنیده است که برای دستیابی به موفقیت نباید بهای گزافی پرداخت؟ گویی که باید روح، زندگی خانوادگی، وجدان و همه ارزش‌های خود را بفروشیم تا به جایی برسیم. اما حقیقت آن است که موفقیت خرجی بر نمی دارد، بلکه هر قدم که به پیش برداشته شود بهره ای نیز می بخشد. از جمله دیگر القاءات این محیط به ما آن است که رقابت بر سر مدارج عالی بیش از اندازه زیاد است. ولی آیا واقعاً چنین است؟ مدیر یک اداره کاریابی به من گفت که تعداد متقاضیانی که می‌خواهند با درآمد $4,000 در سال استخدام شوند 50 و گاهی 250 برابر تعداد متقاضیانی است که در جستجوی شغل‌هایی با درآمد $20,000 در سال هستند. این ارقام به ما میگوید که رقابت بر سر شغل‌های سطح پایین دست کم 50 برابر بیشتر از رقابت بر سر شغل‌های سطح بالاست. محل بیشتر شغل‌های سطح بالا در خیابان‌های کوچک و کم رفت و آمد است. آنجا میزهای خالی بسیاری در انتظار آدم‌هایی چون شما لحظه شماری می‌کنند. آدم‌هایی که پروای بزرگاندیشی ندارند. اصول و قواعدی که شالوده کتاب جادوی بزرگ اندیشی را تشکیل می دهد از منابع عالی و اصیل و نیز بهترین و بزرگترین مغزهای متفکری که تاکنون بر کره خاکی زیسته‌اند برگرفته شده است. بزرگانی مانند داوود نبی که گفت هر کس آن چیزی است که در ضمیر می پندارد، و یا امرسون که گفت مردان بزرگ کسانی هستند که می‌دانند اندیشه ها بر جهان حکم می‌رانند. متفکرینی چون میلتون که در بهشت گم شده نوشت ذهن بر تخت خود نشسته است و می‌تواند در درون خود بهشتی از جهنم و جهنمی از بهشت برپا کند. و ادراک‌های محیرالعقولی نظیر شکسپیر که معتقد بود چیزی به نام خیر و شر وجود ندارد و این مفاهیم ساخته ذهن است. شاید بپرسید معیار سنجش ما چیست؟ از کجا بدانیم اندیشمندان بزرگ به خطا نرفتند؟ پرسش بجایی است. گواه این مدعا زندگی برگزیدگانی است که در میان ما هستند و با دستیابی به موفقیت، تحقق بخشیدن به آرزوهای خود و چهره‌های شادمان ثابت می‌کنند بزرگ اندیشی به راستی جادو می‌کند. روش‌های ساده‌ای را که در این کتاب ارائه کرده ایم آرا و نظریات نسنجیده‌ای نیست که جنبه شخصی و فردی داشته باشد. همه اینها نقطه نظرات اثبات شده است که هماهنگ با مقتضیات زندگی تنظیم شده است. تمامی روش‌ها و راه حل‌های ارائه شده برای عموم افراد قابل اجرا و نتیجه بخش است. این که شما در حال مطالعه این صفحه هستید نشان می‌دهد به موفقیت بزرگتری دل بسته‌اید. می‌خواهید خواسته‌های خود را جامه عمل بپوشانید، از یک سطح خوب در زندگی برخوردار شوید. می‌خواهید زندگی چهره خوبش را به شما نشان دهد. علاقه‌مندی به کسب موفقیت قابلیت فوق‌العاده است. شما خصلت خوب دیگری نیز دارید. اینکه چنین کتابی را به دست گرفته اید نشان می‌دهد که از هوش لازم برای جستجوی وسیله‌ای که شما را به مقصد برساند برخوردارید. ما برای ساختن هر چیز مانند اتومبیل، پل و موشک نیازمند وسایل هستیم. بسیاری از مردم در کوشش برای ساختن یک زندگی موفق فراموش می‌کنند وسایلی برای وصول به هدف آنها وجود دارد. ولی شما فراموش نکردید. پس میتوان گفت که از دو شرط اساسی برای درک فایده حقیقی این کتاب برخوردار هستید: اشتیاق برای موفقیت بیشتر و هوشی که وسیله مناسب را برای کمک به درک آن اشتیاق انتخاب کند.
بزرگ بیاندیشید تا بزرگ زندگی کنید. بزرگی زندگی در خوشحالی و کامیابی است. بزرگی در درآمد، بزرگی در تعداد آشنایان و بزرگی در احترام.